سلام رفقا، امروز میخوام طریق سریع درست کردن نوشیدنی ورزشی رو بهتون آموزش بدم یا همون نوشیدنی ایزوتونیک. بچه‌ها مواد مورد نیاز: عسل، جوشان کلسیم 500، نمک و 1 لیتر آب هستش. 1 قاشق چای خوری نمک میریزیم، یک عدد جوشان کلسیم 500 میلی گرم واسه عملکرد خوب اعصاب و عضلاتتون. بچه‌ها عسل هم به اندازه 2 قاشق مربا خوری کافیه. دوستان، از نوشیدنی ایزوتونیک حتما استفاده کنید، چون که به خاطر تعریق زیاد سدیم و پتاسیم و کلسیم از بدنتون دفع میشه و چیزای مورد نیاز واسه عملکرد مفید اعصاب و عضله هستن. حتما باید سریع جبران شن و عسل هم به عنوان کربوهیدرات استفاده میشه که سریع انرژی بدنتون جبران کنه. بچه‌ها لایک و فالو فراموش نشه. این ویدیو رو هم سیوش کن و بفرست واسه دوستای ورزشکارت. دوستتون دارم.